آب میوه بستنی هایدا. حاجی بالاخره ما همیشه ساعت 11 و 1 و 12 نمیدیم ویدیو میگفتیم. بالاخره زود اومدیم بیرون. 9 و 20 دقیقه اومدیم ویدیو بگیریم. بعد قرار بود بیایم بریم کجا؟ هایدا. یه شعبه تو هایدا هست تو شریعتی. من بچگی میومدم اینجا ساندویچ میخورم. ولی یه چیز دیگه دیدم ریدم. دیدیم رندوم. خیلی رندوم. این لایت آب میوه بستنی هایدا. چه شعبه دیگری نداره. این کجا میشه؟ نداره. کجا میشه؟ نه نمیشه ولی نداره. هایدا آب میوه بستنی هایدا. حاجی بستنی تاریکه حاجی صفحه. نرده بالا نخیاری. آقا خلاصه که اومدیم اینجا ریدیم زیرمون. هایدا بغلش آب میوه بستنی. چه لفظیه؟ لفظ لاتیه. ریدیم زیرمون. هوا ببین خیلی سرده. خب افتضاح سرده. من میرم اون ور ساندویچو میگم آقا بریم آب میوه‌شم بخوریم. داداش کانتنت اون همینا بود. بریم آب میوه‌شم بخوریم. یعنی کانتنت اون آب میوه‌شم بخوریم. میریم ساندویچشو میخوریم، آب میوه‌شم بخوریم ببینیم مزه هایدا میده یا نه. به خدا برای من آناناس بازی گو خورد. بابا. خب این دوتا بیشوری که میبینید دارن میرن چیان کجا میرن؟ اگه گفتی تا کجا میرن. این داره با یارو حرف میزنه. رفتن تو سفارش بدن. بیشرفا. آقای دیدتمون تا درودی دیگر. با درود. الو متین به دوربین سه نشون بده. خب آقا پارسا کار خیر کرد فکر کنم کار خیر انجام داد. حالا این کار خیرم بمونه به یادگار. آقا این کار خیر بود انجام دادین؟ حاجی ناموسن چند تا ساندویچ کار خیر کردن چون تو ویدیو افتاد؟ دو تا چقدر؟ 2 تا ساندویچ. آقا پارسا هزینه کرد؟ نه جفتی. آقا اجرتون با خدا. آقا ببینم تو یه 2 نشون بدیم به دوربین. 2 آره. وای من فوش دادم اینو. هیچ کی بیاد جنون داداش. حاجی بشو. ها من به تو فاش بدم ولی بنده خدا داشتم رد بشم برام دست میکنه. توش بخوای یه سانت ماشی حرف بزنی چرا رفتی دور؟ آقا سفارش دادین؟ آره واسه مزه شد. آقا من گوشتم چی سفارش دادین؟ مخصوص هایدا. او چند؟ بعد 3 تا حاجی ارزون هایدا. آقا هایدا دم خونه خیلی گرونه. حاجی هایدا دم خونه ارزون ترین 100 تومنه. آقا میشه حرف بزنی ویدیو داره تو کانتکت صدات میره؟ کانتکت چیه بابا اینو نمیذاریم قبلش خدا چی داره میگه؟ بای منم دوستتون دارم. بای سگ حافظه نداره چی کار بکنید؟ ریدم تو ماشینت. حاجی پشمون بریزه. نه تو ویدیو نمیگم. آقا ما رفتیم اول ساندویچ رو گرفتیم، مخصوصش هم گرفتیم. رفتیم بغلی صحبت کردیم اون قضیه. اول قیمت اینجا رو ناموسن بگو. ساندویچ گرون ترینی که ما گرفتیم 135 تومن شد. گرون ترینش بود. الان 24 آذر 403 گرون ترین ساندویچ 130 تومن بود. چه جوری ممکنه؟ بعد اصلا حالا اونش به کنار
پرسیدیم گفت اولین شعبه است. من بچگیام می اومدم اینجا، اصلا نمادتون داشتیم صحبت می‌کردیم که مثلا من 20 سال پیش می اومدم اینجا، بعد گفتش این اولین شعبه است. بعد این با این بغلشون صحبت کردیم، این بغلی میگه 30 سال اینجا میوه هایده، تنها شعبه آب میوه فروشی هایده. دقیقاً. بعد حاجی اینی که گرفتیم گفت تو منو نیست. من بهش گفتم دست قشنگ جوش یکته. اینو حاجی اصلا روخش نمیخوره. ببین طعمش همون سیکیم خیاری اسمم پر کرده هرچی. برگشت گفت این بهترینه. گفت خودم از این میخورم همیشه. بعد بهش گفتم اوکی. بعد دیگه سفارش دادم گفت اصلا تو منو هم چیزی نیست. شیر پسته انبه شاتوت. انبه شاتوت؟ آره. یا توت فرنگی شاتوت؟ توت فرنگی نداشت داشت. شیر پسته انبه شاتوت، اصلا یه 4 تا چیزی که اصلا با هم نمیخونن. آقا بریم برای مثلا من واسه آبشو بخورم. ایفه شدم. چی؟ ایفه شده بچه سیکتیر کنه. بده بچه بخوره. برو بابا. بده ایفرش. ویفرشون میخواد بخوری؟ چه تمیه؟ حاجی یه ذره یهو ریدم سیکیم خودم. خیاری آره. آره. کنم یارو حاجی هر چی دستش بود و کرد تو پاچمون. آقا میتونم نشون بدم. واسه گاو داره میخونه نمیذاره. حاجی یه طعمی داره میرینم. خوبه یا بده؟ نمیدونم باید چی بگم. بده یعنی؟ نه خوبه یعنی؟ من میگم خوبه. خوبه خیلی خوب نه، ولی طعمی که یا میرینی و دلت شاد. طعم خونسا داره. طعم خونسا داره جدی میگم. آره حاجی خونسا ترش شیرین همه چی قراقاتی میشه. اصلا یا مزه درستی نمیتونی بفهمی ازش. جدی میگم مزه نداره. مزه نداره. میبینی یه مزه خونسا داره. بچه هایدا همونطور داداش نه میخوام بکن دهنت. نه میخورم مزه. نه من نمیخورم. متی کل ویدیو من نمیخورم. طعم خونسا جدی، یعنی هیچ طعمی نداره آقا. ولی یه طعمی بود که تا حالا نخورده بودیم قشنگ. داشت طعم زندگی معمولی بود. نه یه طعمی بود که گیرپاچ میکنی و خونکیش واقعا خونکه. آره خورتک کشی. حاجی هم بزن شیک شه، هم بزن 2 تا قاشق با هم بگه هم بزن. حاجی فکر کنم اصل مطلب این بود. ما خورد مثلا شدی. آره ما ریدیم. شیک صورتی شد یو. بخور. نه هورد بکشیه. نه هورتی نیستش دیگه، چیزش جامش. ناموسن هنوز مزه نداره. بچه‌ها هیچ وقت نه شریعتی بیاید نه هایده بیاید. نه دیگه ساندویچو که نخوردیم، ببینیم مثل قدیم هست یا نه. نه یه ذره طعمش بهترش از خونسا در اومد واقعا. الان هم مزه ترشی میفهمم. درست من الان میدونم مزه چی میفهمم. مزه یه ذره بستنی میفهمم. بزنم. نه بخور بابا بخور. نه هیدری نگرفتی. آفرین. بهتر نشد؟ حاجی هیچ مزه‌ای نمیده. نه بهتر شد. چرا خودتون دارید گیر میزنید؟ یه سی بگم برینید مزه شیرموز میده. چرا؟ با اینکه هیچ موزی توش وجود نداره. شیرموز واقعا مزهش بیشتره. آره بابا حاجی خیلی رنگ داره ولی هیچ مزه‌ای نداره. مزه چی میدونی مزه چی میده؟ بستنی قیفی صورتی میهن بود که دیگه وجود خارجی نداره. مثلا سفید ولی بیشتر مزه داشت. نه توت فرنگیاش بود صورتی رنگ بود. قشنگ مزه اونو میده. ساندویچ مخصوص هایدا. حاجی بوش زد تو ماشین بالا. اوه چه بوی سیری نداره حاجی. بذار ببینم مثل قدیم پر کرده. داری میگیری؟ حاجی این کالباس معمولیه که. آره حاجی یه جوریه. کالباس خوشی خودمونه که. حاجی کلوفتیش واقعا مثل قدیم نیست. حاجی کجاش مخصوصه این؟ گوجش. آفرین. حاجی حالا زیاد چیز نکنید. بذار من تست هیتش نکنید. ببین مثل قدیم 200 لایه توش نیست خب، ولی باید تست کنی. باشه ذره من معلومه مثلا. آره بذار تست بزنیم. بزن ببین چیه.
نه نیست. قدیم نیست نه. ولی وایسا من سسش هم نرسیدم واسم. یه دونه گاز از سس ازم بده بدم. کریس یه گاز بزنه حاجی کارو جمع کنه. نصف ساندویچو بخوره. ناخن کریسو. کریس افسردگیه. من یه گاز دیگه اینجوش بزنم. نه بده کریس حاجی کریس این کار است. نصفشو بره. وسطشو بده به ما. وسطش پر مزه است. حاجی کریس افسرده این غذا بود. نه آخه ببین طعم کالباسش خوبه ولی مثل قدیم پر نکرده بود. راحت قدیم 10 لایه میذاش، الان 5 تا به زور گذاشته و تازه آماده هم نداشت. ما رفتیم وایسادیم تا آماده کنه. یارو رفت چه تو کوچه بس کوچه برداشت آورد. جدی؟ تو انباری آوردی فکر کنم. بود متین. ببین خب هایدر همیشه خوشمزه بوده. خب بابا امروز هودی رو بعد سفیدی در آوردی. باره ولی که زخمی خورم از آدم بد نیم آقا. بذار الان به سوسیناش هم رسیدیم. نه سسش هم همونش فرق نداره. آره نه بهتر میشه. بخور اوه علی خوشمزه سوجی. نمیتونم حرف بزنم. نه خوبه. متفاوته ولی ازه. و بقیه جایی یکی نیست. آره جوریه کالباسش یه طعمی داره. نه خوشمزه است ما. بعد نیست. همین الانش میگم اولین شعبه است. ولی خیلی خوشمزه و ارزونه. سایزشون خوبه. آجی من خودم هیچ وقت با هایدر هیت نمیدم. من واقعا هیت نمیدم. ولی به این هیت نمیدم. نه دیگه به این شعبه من دارم میگم. نه به این شعبه هیت نمیدم. من به این شعبه هیچ وقت هیت نمیدم. چون هم خوشمزه ولی میگم هر چی هایدا جدیدا من خورم من بهش 8 میدم. ولی حاجی منم 8 میدم. منم 8 میدم. میدون دو امتیازم بچه کم کنم مثل قدیم هیچ کالباس نبود. پر نیست میدونی پر پیمون نیست اون قدری که باشه. مثلا میدونی آره شاید اگه اینو مثلا 250 ما پول میدادیم 2 برابر کالباس میذاشت لاش. آره ولی ارزون مفت آجی. باش 135 بهترینش بود. بابا آخه جای دیگه گرون ترینش هم بخوره مزهش بده. پرم بکن اصلا. آب میوه بستنی هایدا